خب دتکتور مولتی گس 4 حالته برای تشخیص گازهای محیط ما. مدلی که الان دست ماست BW Max XT 2. مدل های مختلفی از دتکتور ما داریم. دستگاه رو که روشن میکنیم بعد از اینکه خودشو معرفی کرد در واقع میگه بلاک اینلت، ورودی من رو بلاک کن، که بعد از اینکه بلاک کردی دستور آن بلاک رو به شما میده و پمپ شما اوکی میشه و میتونه تشخیص بده که گازهای محیط ما تو چه رنجی هستن. در ابتدا رنج ها رو بنا به استانداردهای جهانی TLV به شما معرفی میکنه، بعد میره وارد مرحله در واقع تشخیص گاز میشه. سلف تستینگ رو اوکی میده و شروع میکنه به قرائت و تشخیص گازهای محیط ما. 4 حالت و 4 گاز رو این دستگاه میتونه تشخیص بده: مونوکسید کربن H2S، LEL حد قابل انفجار یک گاز و O2 اکسیژن محیط ما. اکسیژن محیط ما باید 20/9 باشه. H2S محیط ما نباید بالاتر از 10 ppm باشه و CO مونوکسید کربن ما هم نباید بیشتر از 25 ppm باشه. LEL هم نباید بیشتر از 10 ppm باشه. اگر بیشتر از 10 ppm بود امکان انفجار تو اون محیط هست. این دستگاه رو باید هر 6 ماه کالیبره بکنیم. طول شلنگی که بهش وصل میشه 1.5 متر و 3.5 متر هست و نکته دیگه ای نداره. برای اتصال هم یک حالت روی لباس کارگر میتونه در واقع شفت بشه و محکم بشه. تشکر از شما.